سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان همراه همیشگی. امروز روز سوم از چالش 10 روزه من و روژان جون هستش. در خدمتتون هستیم با یه مبحث دیگه. امروز میخوایم صحبت کنیم ببینیم که آیا ما تو این بیزینس حتما باید چهرمون رو نشون بدیم. سلام به همه دوستانی که اینجا تو لایو. روژان جون منتظرت هستم عزیزم. اکسپتت کردم نمیدونم. اوکی سلام. سلام چطوری؟ خوبی؟ آره خوبم مرسی. قربانه. خب امروز سوم هستیم. بله همه چی عالی. خیلی خوب. خب خوشحالم که امروز میخوایم با یه مبحث خیلی جذاب دیگه که آیا باید واقعا توی این بیزینس چهره هامون رو نشون بدیم یا نه. اگه دوست داشته باشی یه کوچولو مروری برای قبلمون بکنیم که در مورد چی صحبت کردیم. خیلی سریع میخوای تو صحبت کنی؟ آره حتما مرسی. سلام به همه. 2 روز قبل با مریم در مورد اینکه ما چی کار میکنیم و این بیزنس چی هست صحبت کردیم روز اول و یه مقدار در مورد دیجیتال مارکتینگ. روز دوم که دیروز بود در مورد اینکه آموزش ها چی هست، به چه نحوی هست صحبت کردیم و مرسی از عزیزایی که به همون دایرکت دادن، سوالاشون رو میپرسن. سوالاتون خیلی خوبه، همینطوری بفرستین که کمک میکنه به این لایوهای من و مریم. حتما. یکی از سوالایی که خیلی پرسیدن همین که مریم گذاشته، آیا حتما باید صورتمون رو نشون بدیم تو این بیزنس، که حالا میخوایم راجبش صحبت کنیم. مریم میخوای تو شروع کن؟ این خیلی موضوع جذابیه به خاطر اینکه یه گیر ذهنیه در واقع برای خیلیا، به خاطر اینکه خب خیلی از ما آدم‌ها شخصیت‌های متفاوتی داریم دیگه. بعضیا درونگرا هستیم، بعضیا برونگرا هستیم، بعضیا محدودیت‌های خانوادگی و اجتماعی داریم، بعضی هامون شغل‌های حساس داریم. خیلی‌ها هستن که الان تو پیج هامون هستن، تمایل دارن ولی خب شغل‌های حساس دارن، پزشک هستن، وکیل هستن. الان می‌بینیم که دادستان و وزیر و وکیل و اینا همه تمایل دارن. به خاطر اینکه همه ما آدما برای اینکه آرزوهامون رو بسازیم احتیاجی به پول داریم. واقعا یه چیزی هستش که اجتناب ناپذیره. کسی نمیتونه بگه که من بدون پول میتونم که آینده‌مو بسازم، آرزوهامو بسازم. بنابراین هممون از پول خوشمون میاد، اما این نباید مانع بشه که محدودیت هایی که داریم نباید مانع بشه که ما از فرصت ها و امکاناتی که مخصوصا الان این بیزینس آنلاین در اختیارمون گذاشته غافل بشیم و اینکه بگیم که من مثلا نمیخوام که این بیزینس رو شروع بکنم به خاطر اینکه الان مثلا تو کامنت ها نوشتم من برونگرا هستم. به نظر شما میتونم؟ بله. ببینید آدمایی که هر کسی با توجه به شخصیتی که داره میتونه این بیزینس رو شروع بکنه. امروز میخوایم در واقع در مورد همین صحبت بکنیم. روشان یکم خیلی خوب گفتی اینایی که گفتی، و اینکه بعضیا اصلا خب خجالتی ان، جلوی دوربین دوست ندارن بیان، یا اینکه اعتماد به نفس فکر میکنن ندارن، یا اینکه بعضیا میگفتن که ما مهارت اینکه بیام جلوی دوربین صحبت کنیم رو نداریم. به محض اینکه میام جلوی دوربین یا از خودم میخوام ویدیو بگیرم حرفام یادم میره یا فریز میکنم. خب اینا خیلی چیز غیر عادی نیست. به قول تو هممون فرق میکنیم، شخصیت‌های مختلف داریم، بعضی اعتماد به نفس بیشتری دارن، بعضی کمتر، یا بعضی اصلا دوست ندارن خودشون رو نشون بدن. هیچ بایدی نیست، واقعا هیچ بایدی نیست. همونطور که گفتی مریم، شغلای حساس زیاد ما داریم، از همه بک‌گراند‌ها تو این بیزنس هست. حالا دیگه اون کسایی که وکیل، پزشک، قاضی نمیخواد خب آدمای دیگه ببینن که داره این بیزنس رو انجام میده به هر دلیلی، دلایل شخصی خودشون، از چهرهشون استفاده نمیکنن. حالا ممکنه این سوال بشه که خب اگه من از چهرم استفاده نکنم چطوری بیزنسم رو بگردونم؟ اینو یه خورده میخوایم بازش کنیم. مریم میخوای خودت رو بگو. آره
همطور که گفتی البته الان خیلی فکر میکنن که فقط حتما وزیر و وکیل و پزشک و دندان پزشک و اینا باید درآمد خوب داشته باشن. میدونی که ما توی همکارای خودمون از راننده کامیون گرفته تا نرس تا نمیدونم دکتر و پزشک و نمیدونم الان همه خود جور شد. الان همین مثلا من آرشیتکت هستم الان توی این کار هستم، روژان توی کارهای آموزشی هستش. هر کسی با هر بک‌گراندی که داره میتونه این کار رو انجام بده، هیچ محدودیتی براش نیستش. حالا این که الان من مثلا و راجان جون به فرض میایم و چهره هامون رو نشون میدیم، اینها انتخاب خودمونه. جالبه که بدونیم که توی در واقع پارتنرهایی که ما داریم تقریبا حدود 10% هستیم که چهره هامون رو نشون میدیم. خیلی راه های زیاد دیگه ای در این بیزینس هستش که شما بتونین در واقع پروموت کنین بیزینستون رو، اطلاع رسانی کنین، چون هدف در واقع همون اطلاع رسانیه. حالا میتونه به وسیله عکس باشه، فیلم باشه، ویدیو باشه. در واقع توی این بیزینس شما یاد میگیرین که چطوری کمپین های مختلف تبلیغاتی خودتون رو ران بکنین. هر کسی بسته به شخصیت خودش، بسته به علاقمندی های خودش، بستگی به توانایی های خودش انتخاب میکنه، چون برای هر مدل شخصیتی ما کمپین های مختلف تبلیغاتی داریم و اینی که الان ما به این صورت هستیم این انتخاب ما هستش. دقیقاً کامل باید موافقم. این که گفتی 10% فقط 10% تو جامعه ایرانی، بیزنس پارتنرهای ایرانیمون. خارجی هم حالا ممکنه یه خود بیشتر از ایرانی ها خودشون رو نشون بدن. به هر حال همونطور که گفتی مریم، کامل ما بهتون یاد میدیم. جزئی از این بیزنس اینه که چطوری محتوا سازی کنین، چطوری اطلاع رسانی کنین، چطوری دیده بشین در صفحات مجازی. این دیده شدن هم اصلا به این معنا نیست که چهرهتون دیده شه، این به معنی که شما به عنوان یک برند، چون که هر کسی که وارد میشه برند خودشو داره، یعنی من روژان زرابی، مریم خنج، هر کدوم برند خودمون داریم، هر کدوم بیزنس خودمون داریم و راههایی که استفاده میکنیم برای آگاه رسانی فرق میکنه. حالا هم من هم مریم دوست داریم بیایم لایو صحبت کنیم، چون هر دومون تقریبا، حالا من برونگرا نیستم، وسطم، ولی خب دوست دارم. آره دوست دارم اون اینتراکشن و اون صحبت با آدما رو. اما بعضی هستن اصلا نمیخوان کوچکترین فیلم و عکس ازشون دیده شه و من احترام میذارم، چون واقعا هر کسی فرق میکنه. اتفاقا ما داریم اشخاصی که اصلا سال اول بیزنسشون خودشون رو اصلا هیچ جا نشون ندادن و الان مثلا بعد از سال 2-3 به مراحل خیلی بالا رسیدن. پس این نشون میده که ضرورتا شما نباید جلو دوربین بیای یا بری لایو با کسی. میتونی از صدات استفاده کنی، اگه نخوای از صدات استفاده کنی همونطور که گفت مریم، از عکس، از یه محتوای دیگه. اصلا میتونه یه منظره که ویدیو گرفتی باشه. مهم اینه که خلاقیت به خرج بدی، مهم اینه که بدونی چطوری محتوا سازی بکنی تا در صفحات مجازی دیده بشی. این اصل ماجراست. خیلی ها فکر میکنن که الان همین جلو دوربین اومدن و صحبت کردن دیجیتال مارکتینگه و یا اینکه فکر میکنن که مثلا اگر که بیان و صحبت بکنن بعد گم میکنن راهشون رو، نمیدونن حالا اینفلوئنسرن، بلاگرن، چی هستن. نه، ما نه اینفلوئنسریم نه بلاگریم، به خاطر اینکه ما درآمدهامون رو از این راه به دست نمیاریم که مثلا بریم تبلیغات برندهای مختلف رو بکنیم و بیایم مثلا با اونا پارتنرشیپ بشیم و بتونیم از اونها درآمد داشته باشیم. ما نه بلاگریم نه اینفلوئنسریم، نه اینکه همه زندگیمون رو جلوی دوربین میاریم، نه اینکه همش میایم جلوی دوربین صحبت میکنیم و ما کارمون اطلاع رسانیه و این مدلی رو که الان شما میبینید ما داریم صحبت میکنیم، شما 10% در واقع اطلاعات به دست میارید. ما فقط به شما اطلاعات میدیم، میگیم که یه همچین فرصتی هست، بیاین داخل و استفاده بکنید. تا وارد دوره آزمایشی نشین و 90% اطلاعاتی که اونجا بهتون داده میشه رو دریافت نکنین، اصلا متوجه نمیشید. اصل کاری که ما تو این بیزینس انجام میدیم اصلش در واقع یه کار تکنیکال داخلی هستش. اون کاری هستش که ما توی آموزش هامون برای همین میگیم وقت باید بذارین، 3-4 ماه، 2 ماه، 3 ماه، بسته به سرعت
افراد فرق میکنه، بسته به یادگیری افراد زمانی که میذارن همه فرق میکنه. و اینکه تایمی رو که میذارین تبلیغ یاد میگیرین کمپین ران کنین، اونها کارهای تکنیکالی هستش. اصل بیزینس در واقع اصلش تکنیکالیه. این چیزی که شما میبینین این فقط جنبه اطلاع رسانی داره. بله، کار اصلی دیجیتال مارکتینگ، یعنی هر کدوم آموزشگاه‌های مارکتینگ خودمون رو داریم که هر عزیزی هم که وارد بشه اونم یاد میگیره و دیجیتال مارکتینگ مدرسه خودش رو به قول معروف آموزشگاه خودش رو اداره میکنه، به گردش در میاره و تحت نظر کمپانی ژاپنیمون کسب درآمد میکنیم و به این صورته که بیزنسمون رو رشد میدیم. پس نگران نباشین که باید خودتون رو نشون بدین. اصلا روش‌های مختلف برای دیده شدن زیاده و ما همه اینا رو به شما آموزش میدیم وقتی که وارد بشین. خیلی جالبه که این کمپانی ژاپنی چون اسم بردید در موردش بگیم که انقدر بیزینس مدلی که طراحی کرده و نوع کامیشن هایی که خیلی بالا هست، به خاطر همین انقدر جذاب این بیزینس، چون میبینیم هر روز داره تعداد آدما زیاد میشه. همش که میبینیم چک میکنیم آمارا رو میبینیم که هر روز هزار تا داره به این افراد اضافه میشه. جالبه، من پریروز روزان آمارا رو چک میکردم 192,000 نفر بودیم، امروز چک کردم 194,000 نفریم. این به خاطر این جذابیت هم بیزینس مدلش هست، همین که اون مدل کامیشن های بسیار بالا و تصاعدی، به خاطر اینکه ژاپنیا فرهنگ خانواده و اینها براشون خیلی مهمه و خیلی غنی هستن. توی این بیزینس مدل که توی قسمت آزمایشی همه این مباحثی که ما داریم براتون میگیم همه باز میشه، متوجه میشین چرا میگیم بر مبنای فرهنگ خانواده است. ما چون لایومون میخوایم کوتاه باشه، اینا هر کدومشون یه مبحثی رو به خودش اختصاص میده، ولی کلی و گذرا بخوایم بگیم به خاطر اینکه این بیزنس مدل همینطور که روژان جونم جلسه قبل گفتش میرسه به فرزندانمون، به وراسمون و اینکه ادامه پیدا میکنه. خیلی همه چیز هیجان انگیزه و به خاطر این موضوع ثبت اختراع کرده و این مدل بیزنس های آنلاین زیادی وجود داره، ولی این مدل بیزنس آنلاینی که ما انتخاب کردیم ثبت اختراع شده توسط ژاپنیا. خیلی خاصه، واقعا خاصه. و این که حالا مریم میخوای یه کوچولو بگیم اگه کسی میخواد وارد بشه چیکار کنه؟ آره، اگه کسی بخواد وارد بشه اسم و ایمیلش رو میتونه یا برای ما بفرسته، ما ثبت نامش کنیم، یا اینکه خودشون مستقیم تو وبسایت من یا مریم بذاره اسم و ایمیل رو. در ازای اون یه وبینار براتون میفرستیم، به صورت اتوماتیک این وبینار میاد و خب یه قشنگی دیگه این بیزنس اینه که شما دائم نه پای لپتاپ بشینی، همه چیز سیستم برات اتومات این پشت کار انجام میده. وقتی مرحله اول رو تماشا کردین، حالا مرحله دوم مریم میخوای بگی؟ حتما. همونطور که گفتی خب میرن اسمشون رو میذارن، ثبت نام میکنن، ایمیل ها رو دریافت میکنن. ایمیل ها 1 ماه تقریبا 30 روز براشون ایمیل ها ارسال میشه. ما وبینارهای مختلف و توسط ایمیل ها براشون میفرستیم. بعد از اینکه چند تا وبینار شما ببینین دستتون میاد که در واقع در مورد چه چیزی داره صحبت میشه و حتما باید وارد دوره آزمایشی بشید، به خاطر اینکه 90% اطلاعات رو اونجا میتونید دریافت کنید. چه اطلاعاتی؟ مثلا در مورد سرمایه گذاری، به خاطر اینکه هر بیزینسی احتیاج به سرمایه گذاری داره. شما در مورد سرمایه گذاری فقط در دوره آزمایشی میتونین متوجه بشین که چه سرمایه گذاری داره، چقدر باید سرمایه گذاری بکنید، شرایط فایننس داره، شرایط وام داره، شرایط خاصی داره، چطور میتونین پرداخت رو انجام بدین و تمام اینها رو میتونین در دوره آزمایشی ازش مطلع بشین. بعد برای دوره آزمایشی $149 امریکایی باید پرداخت کنید. اینها به جیب ما وارد نمیشه، اینا مستقیما هزینه ها در واقع به حساب کمپانی وارد میشه و خب بعدها هم که میخواین بیزینستون رو ادامه بدین برای شما فانل ساخته میشه، امکانات بیزینس بهتون داده میشه و اینکه خب 30 روزم این دوره ترایال هست، آزمایشی هست، ریفاندبل. شما به محض اینکه قبل از
اینکه 30 روز بشه. اگر تمایل نداشتین، چون که باید بررسی کنین حتما هر فرصتی رو، مثل خود من، مثل روژان جون که بررسی کردین، شما باید بررسی بکنین. اگر که دیدین که این بیزینس مناسب روحیاتتون هست و مناسب شما هست، میتونین وارد دوره سرمایه گذاری بشین و بیزینستون استارت کنین. و اگر هم که دیدین که مناسبتون نیست و دوست ندارین، میتونین به منتورتون اطلاع بدین و اینکه تمام هزینه‌تون بدون اینکه ریالی ازش کسر بشه به حسابتون برگشت داده میشه. بنابراین هیچ ریسکی براتون نداره و من به شدت توصیه میکنم که حتما وارد دوره آزمایشی بشید و حتما تا یه موقعیتی رو بررسی نکردید از اون غفلت نکنید. کاملا خیلی عالی. مرسی مریم. مرسی از تو روژان جون، ممنون. امروز هم با من همراه بودی، خیلی مهمی بود، خیلی برامون دایرکت اومده بود. میریم برای فردا که یه مبحث دیگه ای رو باز کنیم که جلسه 4 میشه. مرسی از عزیزایی که همراهمون بودن. مرسی از همگی. شب و روزتون بخیر، هر جایی که هستین حال دلتون خوب باشه. با امید دیدار. خدا نگهدار. خدا حافظ.